نهیتکم زیارت القبور، من از زیارت قبور قبلا شما را منع کردم، نهی کردم. الا فزوروها، الان اجازه هست. فانها تذکرکم الاخره، چون هدف از زیارت قبور تذکره آخرت است. بیاد آخرت بیفتید، بیاد آخرت بیفتید که شما هم می روید، جای شما هم آنجا است. اسلام از زیارت قبور من نمی کند. اما اگر کسی برود در قبرستان یا برای زیارت قبور بدعت و خرافات و شرک و معصیت و گناه انجام بدهد، لعن الله زائرات القبور، زوارات القبور. به خصوص زنها که می روند برای زیارت قبور، زن چون عاطفهش بر نفسش غالب است، خرافات و بدعت و شرک و معصیت اونجا فراوان می شود. اینجا از که اسلام دستور داد که لعن الله زوارات القبور. اون زنهایی که برای زیارت قبور بروند، اونجا شرک و معصیت و گناه انجام بدهند، نه برای عبرت آخرت بروند.